بچه خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم با اتچمنت هایی که خودم درستشون کردم و عالی هم. بریم اول اتچمنت ها رو نشون میدم، بعد میریم تستشون میکنیم. این از اتچمنت 117 خیلی خوبه، یعنی رنده میکنه. بریم واسه اتچمنت بعدی DLQ. این هم خیلی خوبه، همشون خوبه. از اتچمنت ها اسکرین شات بگیرید که داشته باشیدش. این هم KN44 خیلی خوبه و میتونید اسکوپش هم تغییر بدید. مثلا من گذاشتم اسکوپش رو 71، این هم گذاشتم رو 100%. و بریم واسه اتچمنت بعدی HS که از نظر من خیلی خوبه. من رنکم رو با همین SS لجند کردم، خیلی خوبه. حتما اینو اسکرین شات بگیرید بذارید رو رودتتون، خیلی خوبه. بریم واسه اتچمنت بعدی، اتچمنت RUS. اینم عالیه، هیپ فایر باش بزنید انگار لیزر میکنه آدم، خیلی خوبه. بریم واسه اتچمنت بعدی KRM که خودم واقعا تاییدش میکنم، خیلی خوبه. اینم حتما اسکرین شات بگیرید. خب بریم واسه تستشون. صبر کنید، اول با DLQ شروع میکنیم. عالیه، یعنی خیلی خوبه. ببینید خب بریم واسه گان بعدی KN44. بریم واسه گان بعدی HS که خیلی خوبه. از این فاصله دو شات میکنه، از این فاصله وان شات میکنه. رو سرش هم که میزنید که هیچ شات دیگه. خب بریم واسه گان بعدی RUS. عالیه، چه لجند باشه چه دیفالت میزنه، یعنی رنده میکنه. خب بریم واسه گان بعدی KRM هم خیلی خوبه، رنجش عالیه، از این فاصله میزنه. اینو من بد زدم الان. تایش دیگه از 10 متری نتونه وان شات کنه، ولی عالیه. بچه 117 رو خودم میچینم چون که نمیشه. 117 بریم تستش کنیم که ببینید عالیه.
بچه ها اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لایک و ساب یادتون نره، کامنت بذارید. خیلی ممنون و بدرود. خداحافظ بچه ها.